سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. بسته کمکی 700,000 دوز واکسن ضد کرونا از چین امروز به کابل رسید. جاوید احمد قائم سفیر افغانستان در چین میگوید این واکسن از سوی انستیتوت بیولوژیکی چین کمک شده است. به این ترتیب مجموعه واکسن کرونا که از سوی چین به افغانستان کمک شده به 1100,000 دوز رسیده است. وحید مجروح در دیدار با سفیر چین واکسن کرونا را یکی از نیازمندی‌های مهم سکتور صحت در مهار ویروس کرونا خوانده است. این کمک چین در حال صورت گرفته است که در افغانستان تطبیق واکسن کرونا با کندی مواجه شده بود. امریکا 266 میلیون دلار دیگر به افغانستان کمک می‌کند. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که حدود 266 میلیون دلار اضافی برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان می‌دهد. این پول در بخش مبارزه با ویروس کرونا به مصرف خواهد رسید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است در حالی که ایالات متحده آمریکا نیروهای نظامی‌اش را از افغانستان خارج می‌کند، کمک‌های بی‌وقفه به کابل مطمئناً ادامه دارد. طی 4 سال اخیر به ارزش 460 میلیون دلار محصولات افغانستان از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای منطقه و جهان صادر شده است. مرکز رسانه‌های حکومت میگوید از سال 2017 تا اکنون ایجاد دهلیزهای هوایی نقش مهم و قابل ملاحظه‌ای در انتقال محصولات افغانستان به کشورهای بیرونی داشته است. زمینه اتصال افغانستان به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را فراهم کرده و طی 4 سال اخیر بیش از 21,000 متریک تن محصولات افغانستان به کشورهای هندوستان، چین، حوزه خلیج، ترکیه و اتحادیه اروپا صادر گردیده است. نخستین محموله زردآلوی خشک کشور توسط صدفی لیمیتد با همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به قزاقستان صادر می شود. این محموله 50 متریک تن زردآلوی خشک به ارزش 150,000 دلار را شامل می شود. جلال الدین سعید، مشاور رئیس جمهور در امور صادرات و تولیدات داخلی، در مراسم افتتاح این روند گفت: جای افتخار است که سکتور خصوصی میوه‌جات و سبزیجات را به فرامنطقه صادر می کند. وی بر ارزش سبزیجات و میوه‌جات کشور تاکید کرد و خط آهن را برای صادرات محصولات کشور مهم پنداشت. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته است قرارداد ساخت 10 کانال آبیاری و شوراهای محلی و توسعه ولایت لغمان امضا شد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، میگوید که این کانال‌ها از طریق پروژه اضطراری مسئولیت قضایی این وزارت در مهترلام مرکز ولایت لغمان ولسوالی قرغه‌ای این ولایت ساخته می شود. به گفته وی ساخت این کانال‌ها در کل 45 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و با ساخت آن زمینه کار برای مردم فراهم و صدها هکتار زمین نیز آبیاری خواهد شد. مسئولان وزارت زراعت میگویند که کانال‌های یاس شده به طور پخته و اساسی ساخته می‌شوند و در کنار جلوگیری از ضایع شدن آب‌ها در تنظیم و تقسیم آب مشکل دهقان را نیز رفع می‌سازند. یک فابریکه تولید اسفنج در ولایت خوست آغاز به کار کرد. محمد کتوازی، والی خوست، میگویند 700,000 دلار هزینه ساخت این فابریکه شده و در 24 ساعت ظرفیت تولید 4 تن اسفنج را دارد. وی افزوده است در این فابریکه 350 تن به طور مستقیم و غیر مستقیم مصروف کارند. بر اساس معلومات بیش از 200 فابریکه تولیدی در این ولایت مصروف فعالیت هستند. در ولایت ننگرهار کارهای 102 پروژه با هزینه 3 میلیارد و 372 میلیون افغانی جریان دارد. مقامات گفتند از این جمله کارهای عملی 65 پروژه جریان دارد، 3 پروژه تطبیق شده و کارهای متبقی آن نیز به زودی آغاز خواهد شد. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات از آغاز به فعالیت پروژه اضطراری زراعتی و مسئولیت غذایی در این ولایت خبر می‌دهد. پروژه اضطراری زراعتی و مسئولیت غذایی شامل توزیع تخم‌های اصلاح شده می‌باشد. این پروژه با هزینه 400 میلیون افغانی فعالیت می‌کند که همچنان در برخی از ولایات دیگر آغاز به فعالیت کرده است. یک پل کانکریتی به ارزش 24 میلیون افغانی در ولایت فاریاب به بهره برداری سپرده شد. مسئولین میگویند این پل کانکریتی دارای 48 متر طول و 12.5 متر عرض میباشد که در 2 خط مترو ساحه تانک تیل سابق شهر میمنه ولایت فاریاب تکمیل شده است. بر اساس معلومات مسئولین این پل با هزینه نزدیک به 24 میلیون افغانی از بودجه دولت تمویل و توسط وزارت فواید عامه تطبیق گردیده است و به تعداد 3500 تن به گونه مستقیم و 21,000 تن به گونه غیر مستقیم از آن مستفید می شوند. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.